سرخط مهمترین خبرها: اعلان گرسنه‌نشینی یک منتقد حکومت در اسلواکیا، در روسیه از مهاجران باج‌های نو می‌ستانند و کدام ساختار دولتی تاجیکستان از همه زیاد فساد زده است؟ پاسخ آژانسی. سلام بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 12 آگوست سال 2025 است. امرالدین خالمرادوف، یک از منتقدان حکومت تاجیکستان، روز 10 آگوست در بازداشتگاه اسلواک گرسنه‌نشینی کرده است. خالمرادوف روز 11 آگوست در پیام خطی بر رادیوی آزادی تصمیمش را اعتراض از بی‌پروایی به قضیه اش دانست. منتقد 38 ساله حکومت تاجیکستان اینچنین از تامین نبودنش با خوراک درست شکایت کرد. شرح مقامات اسلواک دسترس نیست. امرالدین خالمرادوف پیشتر در اوکراین میزیست. او را در ماه فوریه سال 2022 هنگام گذشتن از سرحد این کشور به اسلواکیا با درخواست دوشنبه دستگیر کردند. بعد از تقریبا 2 سال در اوایل سال 2024 رها گردید، ولی هنگام عبور از سرحد آلمان دیگر باره بازداشت شد. مقامات اسلواکیا این شهروند تاجیکستان را خطرناک به امنیت کشور نامیدند. دادگاه در اسلواکیا روز 19 ژانویه امسال او را از بازداشت رها کرد، اما به گفته خالمرادوف در ماه فوریه سال 2025 در وقت پیشنهاد دوباره حجت‌ها برای پناهندگی باز دستگیرش کردند. از آن زمان وی در بازداشتگاه مهاجران در شهر کوشیتسی است. شروع از 1 سپتامبر در روسیه برای مهاجران کاری باج‌های نوی دولتی جاری کرده می شود. بر اساس تغییرات به کدکس اندازی روسیه، من بعد برای به قیدگیری شهروندان خارجی در جای بود و باشی آنها 500 روبل ستانده می شود. فعلا این خدمت رسانی به گفته رسانه‌های روسیه رایگان است. همچنین مهاجران کاری برای گرفتن پتن و یا تمدید آن 4200 روبل علاوگی می سپارند. در صورت دراز کردن مهلت اجازه‌نامه برای کار عین پول را باید پردازند و اگر می خواهند نسخه پتن و یا اجازه برای کار بگیرند 2100 روبل دیگر باج دولتی می سپارند. برای تمدید مهلت اقامت در روسیه اکنون 1000 روبل پرداختن لازم است. قرار برای ستاندن باج‌های نو از مهاجران اول ماه ایل از سوی دومه دولتی روسیه قبول شده بود. وزارت مالیه روسیه حساب کرده است که تعیین باج نو برای مهاجران کاری و بودجه دولت 17 میلیارد روبل درآمد اضافی می‌آورد. از روسیه یک خبر دیگر هم داریم. سفارت تاجیکستان در مسکو خبر داده است که روز 9 آگوست 3 کودک تاجیک را که در روسیه بی پرستار مانده بودند به وطن فرستادند. با گزارش سفارت، فرستادن کودکان در اساس سازشنامه میان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل انجام شد، اما مقامات درباره این نابالغان معلومات زیاد ندادند و روشن نیست که آنها چگونه در روسیه بی پرستار ماندند. در عکس نشر کرده سفارت تاجیکستان در روسیه دیده می شود که کودکان کمتر از 1 سال سن دارند. قبلا نیز کودکان بی پرستار تاجیکستانی را از روسیه به وطن فرستاده بودند. روسیه مکان کار و زندگی حدود 1 میلیون مهاجر از تاجیکستان است. در نیمه اول سال روان از همه بیشتر در حکومت‌های محلی تاجیکستان فساد و یا کروپسیا آشکار شده است. در این باره نمایندگان آژانسی ضد فساد 8 آگوست ضمن نشست خبر اطلاع دادند. به گفته منبع امسال در حکومت‌های محلی 183 حالت فساد آشکار شده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته 32 حالت بیشتر است. مقامات گفتند بعد حکومت‌های محلی بخش تندرستی کشور از همه زیاد فساد زده است و در نیم سال در این ساحه 103 جنایت وابسته به کروپسیا آشکار شده است. اداره‌های کمیته زمین، ساحه معارف، مقامات کارهای داخلی و شرکت‌های برقرسان از بخش‌های دیگری بوده است که امسال کارمندانشان از همه زیادتر دست به فساد زدند. فساد یعنی گرفتن پاره و دزدی مبلغ‌های دولت از مشکل‌های اساسی تاجیکستان گفته می‌شود. ساکنان بارها شکایت کردند که به دادن پاره کارشان در اداره‌های دولتی سریع وقت انجام نمی‌شود. بینندگان عزیز، به نظر شما کدام ساختار دولتی در تاجیکستان از همه زیاد فساد زده است؟ لطفاً نظرتان را در زیر برنامه نویسید. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از پیدا شدن جسد باز 2 نورس غرق شده خبر داده است. به اطلاع این نهاد روز 9 آگوست جسد یک پسر 9 ساله را از یک نهر و یا کانال وخش در حدود ناحیه کوشانیان پیدا کردند. این نورس هنوز 5 آگوست غرق شده بود. مقامات گفتند روز 10 آگوست همچنین جسد پسر 21 ساله ساکن ناحیه کوشانیان را از رود وخش یافتند. این جوان به گفته مقامات 31 ایل غرق شده بود و جسدش را 15 کیلومتر پایین‌تر از جای آبازی یافتند. در 2 هفته اخیر خبری غرق شدن دست کم 4 جوان در دریای وخش رسانه شد. پیش از این روز 1 آگوست 2 نورس از ناحیه کوشانیان در دریای وخش غرق شدند. یک نماینده اداره حالت فوق‌العاده ولایت ختلون به رادیوی آزادی گفت از اول امسال 52 کس در این منطقه غرق شدند. 12 آگوست روز بین المللی جوانان است. همکاری ما امیر عیسیف در روز جوانان از این قشر جامعه پرسید که آینده خود را در تاجیکستان چگونه می‌بینند. پاسخ ساکنان دوشنبه را با هم ببینیم. فکر دارید که شما در تاجیکستان
آینده خوبی داشته باشید؟ البته حاضر در تاجیکستان این برای جوانان بسیار امکانیت ها پیدا شده ایستاده است. شهرمان رشد کرده است ایستاده است، مملکتمان رشد کرده ایستاده است. بسیار دانشگاه های هم هست که در تاجیکستان از خارجه ها آمده درس میتیم برای ما. برای همه البته ما پیشروی کرده ایستاده ایم. بله البته تاجیکستان ما روز تا روز شکوفا شده ایستاده است. بناهای بلند. شرط و شرایط حاضره تاجیکستان با ما مطابق است. ما میتوانیم مشق کنیم با دیگر دولت ها را این پرچم تاجیکستان را برداریم، بیهوده‌گردی نکنیم. برای این من مقصد میگویم که من آینده خوب دارم در تاجیکستان. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان میتواند که آزادانه سیر و گشت نماید. زندگی فقط از سیر و گشت عبارت است مگر؟ برای زندگی خود را پیش بردن صاحب لقمه حلال شدن باید مهنت نماید، که کتاب خواند و علم آموزد. Hamma joda возможность ҳаст, но то, что мисол возможностҳое ки дар дигар давлатҳо аст, аз Тоҷикистон бештар аст. Поэтому ман фикр мекунам ки вероятность бисёре ки дар дигар давлатҳо мо мисол ба орзуҳои худ расем. Тоҷикистонда мешавад, но камтар мушкилтар. فکر میکنم که در تاجیکستان آینده همه انسان ها خوب می شود، چون که بسیاری گوناگونی تاجیکستان خیلی دیگر شدگی است. برای که تاجیکستان در تینجی آرامیت صلح و ثبات به همه خاطر تاجیکستان آینده نیک داره. بعد تاجیکستان بسیاری شهرونداش که 60-70% جوانان تشکیل میدهد، از همین سبب تاجیکستان آینده درخشان داره. ما امروز میبینیم که تاجیکستان با темпи мисол остан бошад пешрафта истодааст. Ман лично худам 5 сол шуд дигар давлатҳо ба зиндагӣ мекунам. Ман нав Тоҷикистон омадам, дидум мисол фикр мекунам ки ҳозирам бояд бисёр чиза дигаргунӣ кунам. тиҷоратҳои нағз пеш бурдаистем ба роҳи осон. тиҷоратҳомо нағз айни ҳол дар пеш рафтааст. من خودم جوان هستم. من خودم دیده ایستادم که چگونه رشد کرده ایستاده ایم. من امکانیت ها را دیده ایستادم. من میبینم چه خیلی جوان ها خود کوشش میکنند، خود می آموزند و البته آینده خوب انتظار است مرا. شما برای اینید که در تاجیکستان همه شانس آینده خوب داشتن را دارد؟ همه داره، میتونه که تاجیکستان در کار کنه، فعالیت کنه. خیلی بود شخصی هستن که میخوان که برین در وطن کار فعالیت کنن، اگه سومی سوستر کار کنن. اگه من نمیدونم راستی گفت دادم من میگفت که آدم با عقل پول شده در این جاگه شمیوه در کروپسیای در ایشای در اوشای کارش نمیدونم. باور نداشتن و خود اساس یک قفا بردن کار فعالیت اونها است. البته که باور دارم. خودی من در امانت بانک کار میکنم. فعالیت دارم. با من پسند است. کارم رو دوست می‌دارم. تاجیکستان как از دولت پیشرفته فترای دبی میگنشه. ان شاء الله به این سالایی که شما میرسین و دوشنبه هم آباد باشه. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 آگوست را فرا می‌گیرد. 12 августи соли 2014 Эрон гуфт 2 миллиарду 700 миллион доллари Бобаки Занҷонӣ, як соҳибкори зиндонии эронӣ ки барои фирор аз таҳримҳои амрикоӣ ба муомилаҳое даст задааст, дар Тоҷикистон нопадид шуд. дар изҳороти 2 рӯз баъдаш мақомоти тоҷик ин иддаоро рад карданд. даъвое ки боиси солҳои тӯлонӣ бад шудани робитаҳои фарогири сиёсиву иқтисодии Тоҷикистону Эрон шуд, то ҳол ҳалли худро наёфтааст. 12 августи соли 2015 Тоҷикистон ҳаммарзи иттиҳоди Авроосиё шуд ки ба узвияти он Қирғизистон, Қазоқистон, Русия, Беларус ва Арманистон дохил шуданд. талошҳои Русия барои зери чатрии ин созмон овардани Тоҷикистон то ҳол бенатиҷа будааст.
برخی کارشناسان سازمان را همچون مدل خرد اقتصادی اتحاد شوروی زیر نظر مسکو انتقاد میکنند. 12 август با تشبث سازمان ملل متحد روز بین المللی جوانان تجلیل می شود. در تاجیکستان که بیش از نصف اهالی جوانان می باشند، مسائل دسترسی به تحصیل و کسب آموزی، کار و درآمد و امنیت اجتماعی از مهمترین مسائل مورد تشویش این گروه محسوب می شود. شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه کم پایان رفته ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 115-116 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 930 سامانه ارزش دارد. بینندگان عزیز، قرب اسعار در بانک تجارتی هر ساعت می تواند تغییر یابد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 12 آگوست چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. تا فردا، خدا نگهدارتان.